وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در یک شبانه روز اخیر 47 شهروند جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس سرایت یافته 28 نفر شفا یافتند و 2 نفر فوت دیدند. یعنی طبق اطلاع وزارت تندرستی در موج دوم کرونا ویروس در تاجیکستان 16 نفر وفات کردند. باید گفت که پس از پیدا شدن این سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوری عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیایی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان از جای داشتن حالت‌های سرایت یابی شهروندان مملکت و بیماری کرونا ویروس اطلاع داد. در مجموع از 3 اپریل سال 2020 تا 14 ایولی سال 2021 در کشور 13958 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تازه ذکر گردیده 13600 نفر شفا یافتند و بر اثر بیماری مذکور 109 نفر فوت دیدند. وزارت تندرستی از ساکنان کشور دعوت به عمل می‌آورد که در جای‌های جمعیتی قاعده‌های پیشگیری کننده بیماری کرونا ویروس را قطعاً رعایت نمایند.